محتاجم به همین دعا، بالم باشه تا شهدا. خوشبختونه که تا تهش رفیق باشه با شهدا. رفیق یعنی حاجی زاده، رفیق یعنی ته دلبری، تا پای جون باشی باهاش مثل محمود باقری. از شهدا هرچی بگم کمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. دعای خیرشون پشت سرمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. حالا نوبت ماست، نوک قله پیداست. رهبرم سید علی فرزند زهراست. این ما و بقیه این رویه، این صدای ملت ایران قویه. از خیبر شنیدن کجا شدیدن، روز مرگ صهیونیست نزدیک شدیدن. رفیق باید با بودنش قلب آدم محکم بشه. چقدر خوبه که رفیق من تهرانی مقدم بشه. رفیق یعنی حاجی زاده، رفیق یعنی ته دلبری، تا پای جون باشی باهاش مثل محمود باقری. از شهدا هرچی بگم کمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. دعای خیرشون پشت سرمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. نوبتی هم باشه نوبت فتاحه، نوبتی هم باشه نوبت سجیله، نوبت نابودی استکبارو، نوبت نابودی اسرائیل، نوبت نابودی اسرائیل. قدرت شیعه جهانی شده، جنگ آخر الزمانی شده. کشف راه مهدی فاطمه است، ملتی که جمکرانی شده. رفیق یعنی صاحب زمان، رفیق یعنی ابن الحسن. منم سرباز لشکره، حساب کن آقا روی من. رفیق یعنی حاجی زاده، رفیق یعنی ته دلبری، تا پای جون باشی باهاش مثل محمود باقری. از شهدا هرچی بگم کمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. دعای خیرشون پشت سرمه، ما و رفیقامون شما همه،
ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه.